بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. سوالی دوستان مطرح کردند در مورد اینکه آیا می شود صدقه فطر را به خویشاوندان نزدیک خود بدهیم؟ مثلا برای پدر، برای مادر، برای اولاد، برای دختر ازدواج کرده، پسر ازدواج کرده، زندگی جدایی داره، و همچنین برای کاکا، برای ماما، برای خاله، برای عمه، برای خسور، برای خشو، پدرزن و مادرزن، برای برادر، برای خواهر و همچنین دیگه خویشاوندان نزدیکی که است، برای عروس و امثال او، داماد همچنین. آیا برای اینها اگر صدقه فطر خود را بدهیم درست است یا نه؟ ببینید، اصل این است که صدقه فطر برای مساکین داده بشه، چنانچه در روایت سنن ابی داود داریم طعمة للمساکین، صدقه فطر غذایی است برای مسکینان. پس اصل هدفیه که برای مسکین داده بشه. مسکین کیست؟ کسی که محتاج است، نیازمند است، در همون شب و روزهای عید در واقع غذای خود را ندارد یا نیاز ضرورت اولیه‌ای دارد، خلاص یک محتاجی درجه یکی دارد. برای همچین افرادی بدهیم که در شب و روز عید مشکلشان حل باشه و نیازمندی نداشته باشند. اصل هدف این است. و حالا اینجا اگر این شخصی که ما صدقه فطر خود را به او میدیم بیگانه باشد، یک ثواب دارد. اما اگر این شخص چی باشد؟ به اصطلاح خویشاوند باشد، از اقربا و نزدیکان ما باشد، این باز دو ثواب دارد. هم صله رحم است، هم صدقه است، چنانچه در روایت صحیح البخاری آمده است که زن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه آمده پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفته اگر من صدقه خود را به شوهرم بدهم برایم ثواب میشد. پیامبر گفته که این دو ثواب دارد، اجر صدقه و اجر قرابه، اجر خویشاوندی که به نوعی صله رحم هم میشه. پس لحاظا این کاملا درست است، جایز است، هیچ اشکال ندارد. اما به تفصیل باز میایم روی افراد کمی تمرکز میکنیم. پس لحاظا برای برادر بدون هیچ حرفی درست است. برادر شما زندگی جدایی داره، شما هم زندگی جدایی دارین، برای برادر خود میدین. خواهر شما ازدواج کرده، زندگی جدایی داره، برای خواهر خود میدین، فقیر است، محتاج است، درست است، دو ثواب هم دارد. برای داماد خود میدین، درست است. برای عروس خود میدین، درست است. برای مادرزن میدین، درست است. پدرزن میدین، درست است. خشوع و خسو و همه اینها جایز است، هیچ مشکل ندارد. کاکا، ماما، خاله، عمه، همه اینها به شرطی که نیازمند و محتاج باشند دو ثواب هم دارد. اما برای کسی که نفقه او بر عهده شما واجب است، این باز درست نیست، چون نفقه او بر عهده شما واجب است. او اگر نیازمند است شما باید مصارف او را بدید. مثل کی؟ مثل پدر و مادر. پدر و مادر اگر فقیر باشند، به اندازه‌ای که غذا ندارند بخورند و تو میخوای، یا ضرورت‌های اولیه دارند و تو میخوای به اونها صدقه فطر بدی، درست نیست، چون نفقه اونها بر عهده تو واجب است. تو باید نفقه اونها رو بدی. صدقه فطر جدا از اون نفقه هست. مثل که به بچه خورد خود که در خانه است نمیتونی بدی، بلکه از به عوض بچه خود باید به دیگران بدهی. یعنی صدقه فطر بچه خود باید به دیگه کس بدی، نمیشه صدقه فطر به بچه خود بدی. چرا؟ چون بچه تو در تحت تکفل و سرپرستی توست، مصارف او بر عهده تو واجب است. دختری که در خانه توست، نفقه او بر تو واجب است. دختر ازدواج کرده رفته به خانه شوهر، نفقه او بر عهده شوهر است. فقیر هستن، محتاج هستن، برایشان میدی، درست است. اما دختر و بچه‌ای که در تحت سرپرستی توست نباید بدی. و همچنین نسبت به برادر کوچک یا خواهر کوچک که با شما زندگی میکنه، در یک زندگی با هم هستین، نفقه اونها بر عهده برادر بزرگتر واجب است، صدقه فطر نمیشه به اونها بده. پس لحاظا صدقه فطر به چه کسی میتونه بده؟ به کسی که نفقه او بر عهده ای واجب نباشد، زندگی جدایی داره، نفقه او بر عهده دیگه کس است و فقیر و محتاج است، شما به او صدقه فطر میدین، درست است. ان شاء الله از مجموع سخنم شما متوجه شده باشین که به اقربا و خویشاوندان به کدام یک درست است، به کدام یک نیست. به کسایی که نفقه اونها بر شما واجب نیست درست است، دو ثواب هم دارند. به کسایی که نفقه اونها بر عهده شما واجب است، مثل پدر، مادر، فرزند، کسایی که با شما زندگی میکنن، یا برادر و خواهر کوچکی که با شما زندگی میکنن، به اینها صدقه فطر درست نیست، چون نفقه اینها بر عهده شما واجب است.